آهای اهالی فینیتو، از وقتی که ریس ریس را سرطویله بیت کت خدا نمودم، فساد در فینیتو ریشه‌کن شده می باشندی. سلام کت خدا، این هدیه از طرف نلسازی مبارکه فینیتو می باشندی. آن را تقدیم به شما کردند که با آن بوقلمون‌هایتان را نعل کنید. مبارکه مبارکه. بله، داشتم میگفتم سامانه کت خدایی بسیار پاک دست می باشندی. کت خدا سلام، اینها را نلسازی مبارکی فینیتو داده تا با آن بادمجانهایتان را دور بشقاب بچینندی. مبارکه مبارکه. آهای اهالی فینیتو، اینقدر از کمبود نان و گندم و جو شکایت نکنیدندی. شما هم مثل کت خدایتان ساده زیست باشیدندی. این چیه باز؟ این را نعلسازی مبارکه فینیتو فرستاده که با آن داروی ضد عطسه بز همی بخریده. مبارکه مبارکه. بسیار خوب اهالی فینیتو، امروز خیلی با فساد مبارزه کردیمندی. شما بروید قناعت همی کنید تا من و ریس ریس هم برویم همراه با نلسازی مبارکه مشکلات شما را سر و سامان بدهیم. آره جون خودتو ریس ریست، با اون نلهایی که نلسازی مبارکه میسازد خودتو ریس ریسو میتونی نل کنی. لابد منقل و وافورت هم هدیه نلسازی مبارکه فینیتو است. این نل واقعی هم هدیه ما، بگیر که اومد. پپ در سوخته. مبارکه مبارکه مبارکه. بله، رد پای هر فسادی رو که بگیری سر از بیت کت خدا در می آورم دی.